مبل و فرنیچر خوشحال مبل و فرنیچر. خب بسیار خوب. از تخلصت فهمیده میشه که از خودت باشه. بله هم بله. خوبه. خوشحال جان این الماری را تازه زیر دست داری؟ بله این الماری را تازه زیر دست گرفتیم. در اندازه 3 متر است. 3 متر برش است، 2 متر 25 سانتی هم بلندیش است که یک قسمتش برای لباس تیار میشه. دو پله برای لباس است و یک قسمتش که از جای دیکور برای ظرف گپا و یک قسمتش هم برای جای تلویزیون دیکور میشه. این هنوز زیر کار است. در حدود یک 70 الی 50% کارش پیش رفته. خب بسیار خوب. چند روز میشه که کار از این راغاز کردی؟ یک سید الماری در حدود یک روز اگر صبحی وقت شروع کنیم تا نهایتش تا بیگاه تمام میشه مکمل. خب دین روز بیگاهی شروع کردیم و اینا برای فعلا در پالش رسیده که یک قلم رگمال میشه، دوباره سری رنگ میکنیم و دیگه پالاش نصب میشه خلاص. خیلی کارش خلاص است دیگه. طبعا کارش خلاص است. یک یعنی الماریاش که به شکل پالاش است، ایناش مون رنگ گپا میشه دیگه نصب میشه خلاص. برای فعلا کارکاریاش مونده. باز عکس مکملش همین جاست، بود برای بیننده ها نشان میدیم که کار تمام. خب بیانا لیده بگو که تخته ازی از کجا میاد؟ تخته یا که از تخته پاکستانی هم است، با چند نوع تخته داره. برای فعلا تخته ایراتی خیلی کیفیت خوب داره و ما استفاده میکنیم، مشتریای ما ازش راضی هستن و یک پرست عالی برای رنگ، برای پالش، برای بروشکاری های مبرای. تخته ایراتی کیفیتش بالاتر نسبت تا تخته پاکستانی هم میشه. همین تخته خودش چند نوع میباشه؟ تخته در اون 3 نوع است. یک نوع تخته خیبر است، تخته مالزیایی گرین پلاس میگه و تخته سوم هم تخته النور میباشه. خب باز کدامش باز کیفیتش خوبیش است؟ کیفیتش در عموم تخته النور و ایراتی برای فعلا بالاست، چون مردم رضایت چیزی بیشتر هستن. ما در عموم از کیفیت النور و مالزیایی استفاده میکنیم. خب اینا لیده که خودت فرمایش میگیری؟ بله. مترکی فرمایش میگیری یا تخته‌ای فرمایش میگیری؟ من نمیفهمم میره. این الماری در عموم اجاره کار تمام فرمایش میتونه. نسبت به این در نظر در اندازه میشه 3 متر 2 متر نظر در اندازش فرمایش میگیریم. چقدر جای باشه نظر در اندازش بود نرخ داده میشه. خب این الماری چند فرمایش گرفتی خودت؟ این الماری 3 متر فرمایش گرفتیم. تختش هم تخت مالزیایی است، کیفیت بالا، در حدود 20000 تمام میشه کار تمام. خب کار تمام 20000 خوب ارزان تمام میشه دیگه. بله ما ان شاء الله مراحت مشتریای خود میکنیم. بله من یادم میاد الماری جور کردم 27 28000 روپیه گرفته بود. طبعا در بازار در وایی که برای نمایشگاه ما جور میکنیم در حدود 20000 25000 یا 22000 جور میکنیم. با همین که جایی میمونن و کرا دارن و بیگا بود نسبت به بلندتر تمام میشه. برای مشتریایی که از کارخانه میخرن یک جنس خوبتر یا ذره ارزان برشون تمام میشه نسبت به اینکه میرن باز نمایشگاه چیزی رو میخرن. خب چی تفاوت داره بین الماریایی که در نمایشگاه است و الماری که خودت جور میکنی؟ کیفیت کدامش خوبیشه است؟ اینال در کارخانه که تولید میشه اینجا باز ما برای مشتریای خودم چند نوع تخته و گپا که از گزارشاتش میتیم برشان که اینی تخته در اینی تمام میشه، این تخته برید باز نسبت به فرمایشی است که میگه چیزی که توانشان باشه. باز ما در عموم برای مشتریای خود به خاطر که رضایتشون داشته باشیم تخته خوب پیشنهاد میتیم، چون یک چیزی که 4 سبا بتونن ازش کار بگیرن. خب در این کارخانه چند نوع مبل فرنیچر تولید میکنی؟ در این کارخانه در عموم در بخش کوچ است، تخت خواب است، الماری و میز کابینت آشپزخانه مکمل کار تمام این چیزی که در بخش مبل و فرنیچر جاسازی شده ما میتونیم کارش کنیم. خب چطور است مشتریا؟ خوب است شکر فضل خدا، راضی هستیم ان شاء الله. یعنی برای فعلا نزدیک سال نو است و بعد از عید گپا میشه طبعا کل جای یک ذره کاروبارا خوبتر شدن. خب بیا خوبه. امیده که کاروبار همیشه این رقم خوب باشه. موفق باشین، سلامت باشین ان شاء الله. بسیار تشکر از سلامت. دوستان اونجا که میبینیم فکر کنم همین چیزای کاوچ جور میکنن که به این مورد صحبت بکنیم. جای قچیکاری باشه دیگه. شاید سلام علیکم. سلام علیکم. چیل رفیق خوبی؟ سلامت بخیر. خودت چیکار میکنی؟ ما هم در بخش کاوچ هستیم دیگه، در بخش قچیکاری و دوخت چیزاش. خب مشکل است یا سخت؟ نه ما عادی شده دیگه، همیشه کار هر روز ماست. ما گفتم مشکل است یا سخت، ارزش یک مناره میده. خب چقدر وقت میشه کار میکنی؟ ما تقریبا 6-7 سال میشه در این بخش هستیم. 6-7 سال میشه؟ 13 سال کار میشه کار میکنی؟ نه 6 سال 7 سال میشه. خب یاد گرفتیم مکمل باشه؟ خوب است بله. امروز چی جور میکنی؟ امروز خو یک دانه کاوچ زیر دست داریم، کارش تقریبا تمام است. این کاوچ است؟ بله.
امی اندازه کوچ اگه جور میکنی یک دانه در چقدر وقت جور میکنی؟ یک دانه اگر بوده یک روز در نیم روز میشه. خب بیا امی کارش از ابتدا بگو تا آخرش از کجا شروع میکنی در کجا خلاص میکنی؟ و اول باز اسکلت بندی میشه که در کارخانه دیگه کارش تمام میشه، باز جا آورده میشه در کارگاه در امی چوب پشتکاریش دیگه باز. خب بیا اینی دخواه یک سعی کندم آورد این بگو که از چند چیز ساخته شده نمی کوچ؟ این خو اول خو اسکلت بندیش از لاسانی و چوب میشه، باز بعدا اسفنجکاری میشه، باز سر اسفنجکاری باز تکه پشت میشه. خلاص؟ اسکلت بندی شد، زیر از اسفنج شد، سر اسفنج هم تکه. سر تکه هم قچی باز پلاستیک میشه. پلاستیک میشه و باز روان میکنن دیگه برای مشتری ها. خب چند دیزاین جور کرده میتونی؟ هر رقم دیزاینی باشه دمایش مشکل نیست، فقط مشتری از روی عکس میارن و ما جور میکنیم. این هم کوچه راحتی است دیگه نه؟ بله نه مبلغ راحتی. خب کوچه شایرش رقم جور میکنیم؟ سلطنتی هم جور میکنیم، باز دیگه گلکنیش هم ما نمیکنیم چون ماشیناش در دسترس نداریم، باز گلکن داره فرمایش میده میشن، باز میریم ما پشتکارش هم میکنیم. خب حالا می تکنولوژی هم پیشرفت کرده، کار شما شاید آسان شده باشه کلش توسط ماشین شود. بله طبعا سابق کمی میخ بود دیگه بود که دست و چکاش بود، حالا تفنگچه پیدا شده استبلر میشه. که تفنگچه استبلر؟ بله ماشینا هست استبلر. خب بسیار خوب. و چی تفاوت است بین می کوچه‌ای که شما میسازین و کوچه‌ای که در بازار است؟ کوچه‌ای که در بازار است تقریبا خو یکی از بعد میجا امی قسمی است که در نمایشگاه فکر نکنم کیفیت هایی که باید جور کنن نمیکنن. بله. یعنی کوچ تخت خواب هر چیزی که شما جور میکنین دیگه کیفیتش بالاتر از امو کوچه است که در بیرون است. تقریبا همونطور است. اگه خراب شد ترمیم هم میکنین؟ میکنیم بله ترمیم هم باشه. خب اموی را که خودتان جور میکنین ترمیم میکنین یا نه؟ یک کس هم باشه ترمیم میکنه مشکل نیست. خب چطور از بازار ترمیم مردم کوچه رو ترمیم میکنن یا دوست دارن نو بخرن؟ نو خود تقریبا زیادتر میخرن. ترمیم کم است. بله. کسی اقتصادش پایین بشه باز میاد ترمیم میکنه. بس از ترمیم ارزان میگیره که من؟ نه از ترمیم ارزان میگیریم چون تمام چیزاش از خودش از یک تکه پشت میکنیم دیگه. خب اینا لخه یک سیت کوچ مکمل شما دوباره تکه پشت کنین چقدر پیسه میگیرین؟ تقریبا در حدود 8000 الی 10000 مقدار میشه. باز خود یک کوچ اگه جور کنین چند میگیرین؟ خود یک کوچ هر قسم از دیگه از همون 20-25000 شروع میشه با بالا تا 1 لک 2 لک شروع میشه. خب از ترمیمش که 8000 بگیرین خودش 20000 بگیره خیلی ترمیمش هم قیمت هست. طبعا جنجال زیاد است باز میکشیم و اثر ترمیم کاری بسته‌بندی میشه. آها خوبه. بسیار تشکر از خوده. سلامت از شما. آه کدام چیز آماده دارین جور کردگی؟ فعلا خواهم یک دانه کوچ زیر دست داریم دیگه بعد از این باز دیگه فرمایش است. آها خوبه. خیلی دوستا قسمت من میبینم که تخت خواب و چیزا جور کردن میریم دو بخش امروشن صحبت کنیم.
دوستا ما در بخش آمدیم که اینجا تخت خواب هم جور کرده است و این تخت خواب طفلانم خیلی زیبا جور شده به نمایش اینجا ماندن دیگه. من تخت خواب دیدم بر طفلا دیگه هم گاز است هم تخت خواب خیلی مقبول جور شده. پس بیایم صحبت بکنیم در مورد نرخ این تخت خواب. اول پرسان بکنیم که چنده. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام خدمت شما، خدمت تمام بیننده های تلویزیون آریانا. عبدالله خوشحال هستم، مسئول کارخانه مبل و فرنیچر خوشحال. قسمی که شما میبینین این کوچ یعنی تخت خواب طفلانه با قیمت 7000 افغانی که ما از 7000 افغانی شروع الا 15000 افغانی ما تخت خواب طفلانه جور میکنیم. خوشحال جان خیلی بیان عالی بگو چقدر وقت میشه که این کارخانه رو شما جور کردین؟ ما تقریبا کارگاهی که ساختیم و کارمندایی را که داریم تقریبا هر کدام کارمندای ما تقریبا 10 سال تجربه کاری دارن و این کارخانه مدت 6 ماه میشه که در اینجا تأسیس یافته و کارگاهی که ما داشتیم در داخل شهر مدت 2 سال اونجا کار کردیم. چطور است مردم در مزار شریف علاقمند هستن که بیاین کوچ جور کنن، تخت خواب جور کنن، الماری لباس جور بکنن؟ قراره که ما شاهد از این وضعیت اقتصادی افغانستان فعلا به جایگاه نرسیده که در کل همه مردم به کوچ و تخت خواب گپا، اما بازم شکر است، خوب است. همون قسمه که روز به روز ساختمان ها تأسیس میشه و کاروبار تخت خواب و کوچ و الماری و گپا هم خوب است، شکر است. این روزا فرمایش میگیرین؟ والا تا جای خیلی خوب شده. بله ما روزانه 2 فرمایش از طرف مشتریا داریم. البته کارگاه ما کارگاهی است که برای مشتریا ساخته میشه نه به بزرگی، چون تولیدی که ما داریم تولید هست که ما در جریان ساخت و موادایی را که میگیریم مشتریا خواسته میشن و موادایشان را به نظر خودشان میگیریم و بعد برایشان تسلیم میکنیم. این خودتان جور کردین یا فرمایش گرفتین؟ این ما فرمایش گرفتیم از طرف مشتری و بعد ساختش در می کارخانه توسط کارمندای همینجا صورت گرفته. چقدر وقت جور شد؟ این تقریبا 2 روز کار گرفتم، چون این کار الماری یا تخت خوابی که طفلانه و کلان این در نظر شاید یک چیز خیلی ساده معلوم شود، اما در کل میبینین که این پالشکاری، توتکاری، تخته ها به اندازه های متفاوت و خیلی روز کار داره، اما تقریبا ساخت از این 2 روزه در بر گرفته. یک خوبی داره که باز کیفیتش بالاست. خیلی بالاست. بله همون قسمه که ما کیفیت بازاری نمیگیریم، این هم جای خوشبختانه مشتریایی که ما داریم اینا فقط فرمایش میتن. اگه میخوای مشتریات فرار نکنه کیفیت بالا بشه. بشگی رمز موفقیت. پیسه هم کم بگی کیفیت هم بالا بود. یک چیز است. بله اینجا تخت خواب میبینیم که بیاین میشینیم بیاین سر ساخت وطن میشینیم چند دقیقه. این تخت خواب که میبینین این تخت خواب تقریبا 2 ماه پیش ما گرفتیم فرمایش. بله فرمایش گرفتیم و این تخت خواب فعلا یکی از نمونه هایی هستند که این ساختمانش توسط یکی از مشتریای ما توسط عکس آورده شده و ما این را برشان تولید کردیم و این تخت خواب دیگه که میبینین که فعلا توشک اسفنجی از این یک توشک خیلی با کیفیت هست که تقریبا یک توشک از این به قیمتش 7000 افغانی تمام میشه، چون اسفنج از او اسفنج جرمنی هست که اسفنج از او از کمپ بر ما روان میشه. بله که او با کیفیت اسفنج تولید نمیکنین؟ نه خیر، فعلا ما با قدرت نرسیدیم که مواد را تولید بکنیم، اما خوشبختانه بعض نوآوری هایی که در کار صورت میگیره توسط کارمندای اینجا که الماری را بعض تغییرات که مشتری ها از روی عکس میارن اینا شکر به او قدرت رسیدن که بعض تغییرات در کار خود بیارن و یک چیز با کیفیت تولید بکنن. اینی تخت قیمتش چند است و در ضمن دیگه چی داره امرایش؟ این تخت خواب فعلا شما میبینین الماری از این الماری آرایش یا فعلا زیر کار هست و این یک چوکی داره و یک توشک داره که فعلا توشک از این هم زیر کار است که ما تکیش آوردیم خیاط ما به کار شوه انشالله او هم زیر دست خود گرفت و یک الماری آرایش است که او هم فعلا زیر کار است. اینی یک تخت خواب با یک الماری آرایش با یک چوکی بله تکمیل میشه؟ تکمیل میشه. بله بعض فرمایشات دیگه هم می داشته باشه که او نظر به خاص مشتری می باشه. قیمتش چند است؟ قیمت از خانه معمولا تختای خواب از قیمت 10000 افغانی
به بالا شروع میشن چون مصرف از این بالاتر هست، چون موادایی که در این کار میشن موادای خیلی بالایی میباشن. پس به همین خاطر از 10,000 افغانی شروع الا 80,000 افغانی، 1 لک افغانی هم ما فرمایش داریم که عکسایش ما آلبوم هم داریم و عکسایی که خود مشتری میارن ما برشان میسازیم. این تختای 2 نفره است که از 10,000 شروع میشه تا 80,000. بله. یک نفرش با چند است؟ یک نفرش تا خانه 5,000 افغانی. اما قسمی که هر تخت خو وقت قیمتش یک چیز می باشه 10,000 افغانی، وقتی یک نفره بسازی نصف قیمت میشه. بله 5,000 افغانی که ما یک نمونه بارزش داریم اینجا. فعلا این فرشکی از این مانده و خیلی کارهای از این مانده که ما یک دوشکم از این فرمایش داریم و یک الماری هم داره. الماری کتابخانه است دیگه. البته در افغانستان مجردها زیاد است، به خاطر از مخواستم یک نفرش فرسان کنم و هر کس به شوق خود وضع فکر کنم خودت مجرد هستی. والا ما فعلا مجرد هستم. بله ما مجرد هستم. خیلی خوب. بر ما تخت یک نفری ضرورت است. ان شاء الله ما در خدمت. سلامت. بسیار تشکر. امروز خوش شدیم ما آمدیم که از تولیدات شما دیدیم و در ضمن خوبیش این است که کیفیتش هم خیلی بالاست و در داخل خود وطن خود ما تولید میشه. بدون شک یکی از دستاوردهای می باشه که کارمندای اینجا خوشبختانه با اساس تجربه کاری که دارن اینا خودشان تولید میکنن و این یک افتخار است که برای مردم خود ما، برای تولید خود ما که تضمینی هست. یگانه راهی که ما میتونیم خوبتر به مشتریای خود بتیمی است که اونا کار خودم میبینن. بسیار تشکر خوشحال جان. خوش شدیم که امروز دیدم. سلامت باشین. ما هم خوش شدیم. بسیار تشکر. خوب دوستا، واقعا در چند سال اخیر دیگه تکنولوژی هم خیلی پیشرفت کرده، امکانات هم خیلی بلند رفته. ما در داخل خود افغانستان میتونیم که هر نوع شیء را که دوست داشته باشیم میتونیم تولید بکنیم دیگه. یا یکی از امو نمونه هاش بود که ما از خود میتونیم مبل و فرنیچر خیلی با کیفیت تولید بکنیم. با امید از اینکه همه ما از تولیدات داخلی خود ما استفاده بکنیم. گزارش من به پایان میرسه. وقت همه‌تون خوش. خدا نگهدار.